برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. سلام و درود و احترام به یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند. برنامه تحلیلی دیدگاه است. با شما هستم شوکتی محمد. تماشابینان گرامی، در پی خاموشی رسانه‌ها، سازمان‌های حقوق بشر و خود مردم، موج گسترده بازداشت‌ها، تعقیب و فشار و آدمربایی در تاجیکستان ادامه دارد. ده‌ها نفر در سوخت و دوشنبه و ختلان با بهانه‌های گوناگون بازداشت شدند. از صدها نفر میلیون‌ها دلار رشوه گرفتند. صدهای دیگر زیر فشار همیشگی قرار دارند و چند نفر هم بی نام و نشان شدند. این همه تنها در چند ماه آخر است که در این باره در برنامه صحبت میکنیم. حالا شما تکمه لایک را پخش کنید تا دیگران از برنامه باخبر شوند و حتما آبونه شدن به کانال یوتیوبی پیام تیوی را فراموش نکنید. بعد عوض شدن رهبر شعبه مبارزه با جنایت‌های متشکل ریاست کارهای داخلی ولایت سوخت، بازداشت و شکنجه، تعقیب و فشار و رشوه‌ستانی از فعالان دینی و دینداران به اوج اعلا رسیده است. 2 ماه آخر در این ولایت ده‌ها نفر با اتهام سلفی بازداشت شده، چند نفر به نام و نشان شده‌اند. همچنین فشار بالای خانواده تحصیل کرده های مدرسه های خارجی که در بیرون از وطن به سر میبرند افزایش یافته است. طول 2-3 هفته آخر به ما چندین مکتوب ها آمده بود. هفته گذشته ما در این باره موضوع کردنی بودیم، در این باره برنامه کردنی بودیم، لیکن مکتوب هایی که آمده بودند، معلومات هایی که آمده بودند پوره نبودند و حالا هم پوره نیستند. اما می شود در این باره چند چیز را به شما معلومات داد در برنامه امروزه. ببینید، بعدی به تاجیکستان آورده شدن شیخ نظرت الله با تخلص ابو ابراهیم که رهبر مدخلی های آسیای میانه شمرده می شود، 10 نفر در ولایت سوخت و شهر دوشنبه بازداشت شدند. گفته می شود هر نفری که نام و نسبش در تلفن دستی نظرت الله پیدا شده است به شعبه مبارزه با جنایت های متشکل برده شده، به یکی از این 3 حالت گرفتار شده است. یکم، با دادن رشوه هنگفت که حد اقلش $10,000 است، از بازداشت رها می شود. دوم، در نتیجه لطوکوب شدید جان می دهد. حداقل یک چنین حالت معلوماتش به ما آمده رسیده است که در نتیجه لطوکوب جان به حقدار سپرده است، یعنی کشتند، زده کشتند. گزینه سوم این است که در بازداشتگاه باقی میماند و حتی با رشوه کلان رها نمی شود. چند خانواده بازداشت شده ها حتی با پیشنهاد 50 تا 70 هزار دلار نتوانستند نزدیکانشان را آزاد کنند. جریان مدخلی، من همین نظرت الله خودش رهبر مدخلیان آسیای مرکزی است. اینها همین مدخلی ها هرچند یکی از جریان های متعلق به سلفی خوانده می شوند، اما پیروان آن به اطاعت کامل از رهبران دولت ها، یعنی پرزیدنت ها، رئیس جمهورها، نابسته از عدل و ظلم آنها دعوت می کنند. آنها رهبران کشورها را، همین پرزیدنت، رئیس جمهورها، همین دیکتاتورها را امیرالمؤمنین می نامند و قیام علیه آنها را جایز نمی شمارند. همچنین آنها تأسیس حزب‌های اسلامی را حرام دانسته پیروان آن را تکفیر میکنند. با وجود این در بیشتر کشورها از جمله تاجیکستان و قزاقستان پیروان این جریان بازداشت و زندانی میشوند.
هم تملق میکنند هم زندانی میشوند. تماشابینان عزیز، طبق معلومات هایی که به ما رسیده است، نظرت الله ابو ابراهیم اصلا زاده شهر انگرینی ازبکستان و شهروند این کشور است که حدود 30 سال پیش به عربستان سعودی برای تحصیل رفته همانجا باقی مانده است. اما همسرش زاده تاجیکستان و دختر دامالله عبدالرحیم پانغازی رحمه الله می باشد. 2 سال قبل نظرت الله با درخواست کدام از کشورهای آسیای میانه بازداشت شده. با درخواست حکومتی کدام از کشورهای آسیای میانه، قزاقستان است، ازبکستان است، تاجیکستان است، معلوم نیست، تا استردادش به تاجیکستان در بازداشتگاه موقتی یکی از شهرهای عربستان به سر می برد. طبق معلوماتی که به ما رسیده است، ازبکستان از قبول نظرت الله سر می پیچد، میگوید ما در کار نیستیم و او را به تاجیکستان میفرستند. سببش چی است؟ سببش این است که هنگام بازداشت او شناسنامه پیشنهاد نکرده است. چندین سال باز در عربستان سعودی بدون شناسنامه، بدون قید بود و باش زندگی کرده است، چون که او در اکثریت امر معروف هایش از حکومت سعودی پشتیبانی میکرد، از رئیس جمهورهای دیکتاتور پشتیبانی میکرد و اصول دعوتش به حکومت سعودی خوش می آمد. اما چه شد که هم نظرت الله هم یک تی دیگر مدخلی بود، اگر یادتان باشد، به فکرم نامش عبدالجلیل بود، او هم بازداشت شده است. او هم تبلیغگری سیاست حکومت عربستان سعودی بود. اما چی شده که آنها بازداشت شدند؟ نظرت الله در تاجیکستان پیروش خیلی کم است، اما گفته می شود در قزاقستان افراد زیاد خود را پیروی همین نظرت الله حساب میکنند. از جمله آنهایی که بعدی به تاجیکستان آورده شدن نظرت الله بازداشت شدند در تاجیکستان: فرهاد ملبایف، امام سابق مسجد توتی کلان خوجند و شاگردش عبدالفتاح سیمنفروش، متاسفانه ما نسبش را دریافت نکردیم، و جیانش عبدالحمید گفته می شوند. طبق معلوماتی به دست ما رسیده، فرهاد ملبایف هیچ ارتباطی با مدخلی ها ندارد. عجیبش هم همین است. و بازداشت فرهاد طبق یک زنجیره بازداشت ها اتفاق افتاده است. چخیل؟ با پیدا کردن رقم عبدالحمید از تلفن نظرت الله. از تلفن نظرت الله رقم عبدالحمید را پیدا میکنند و او را به شبهه مبارزه با جنایت های متشکل دعوت میکنند و از تلفن او رقم تقاضای صاحب کارش را پیدا میکنند و او را نیز بازداشت میکنند. از تلفن عبدالفتاح سیمنت فروش باشد رقم و ثبت گفتگوهایش با فرهاد ملبایف کشف می شود، آشکار می شود. فرهاد ملبایف قبلا با اتهام سلفی به 4 سال زندان محکوم شده و در عوف سال 2019 به آزادی برآمده بود. انا نمیخیل بیدادگری های سرداری شعبه مبارزه با جنایت های متشکل در دهه خیسته‌ورز ناحیه باباجان غفورов نیز از هر حد عبور کرده است. چخیل؟ از این دهه حد اقل 4 نفر را برده و به نام و نشان کردند. نزدیکان آنها هفته هاست که نمی توانند معلومات درباره مکان بازداشتشان پیدا کنند. فرزندشان را، جگربندشان را شعبه مبارزه با جنایت های متشکل مسئولانش میروند، میگیرند، میبرند، تا به حال حاضر کجا بردند معلوم نیست. قضیه این دهه خیسته‌ورز به مسجد ربط میگیرد که در قلمرو تاجیکستان اساساً با پول ساکنان خیسته‌ورز با اشتراک کمی از شهروندان قرقیزستان ساخته شده است. اما
مقامات تاجیک آن را باز زمینش به قرغیزها دادند. یعنی به اختیار قرغیزها زمینش میگذارد، مسجد هم میگذارد. بعد منع جماعت در مسجدهای تاجیکستان، برخی از جوانان دهه خستیورز به این مسجد که علاقه به قرغیزها تعلق داشت و فعالیت میکرد نمازخانه میرفتند. وقتی مقامات از آن آگاه میشود، شروع میشود شکار این جوانان. بیشتری آنها نه رسما بلکه با اصول آدمربایی بازداشت شدند. بیشتر این جوانان را دزدیدند. درک کرده ایستاده، دزدیدند، آدم را دزدیدند. طبق معلوماتی که به ما رسیده است، چند نفر با ماشین سیاهی شیشه هایش هم سیاه شده و بدون رقم دولتی می آیند و جوانان را می گیرند، می برند. تنها بعد اعتراض مادر یکی از بازداشت شده ها، آنها خود را کارمندان شعبه مبارزه با جنایت های متشکلی ریاست کارهای داخلی ولایت سوخت معرفی کردند. از جمله ربوده شده ها در این دهه 2 نفر با نام های الهام جان و محیدین جان می باشند که متاسفانه ما نسبشان را معین کرده نتوانستیم. در ناحیه های دیگری ولایت سوخت نیز بازداشت ها جریان دارند. از جمله چند نفر در شهر کانیبادام که یکی از آنها جوریف بایر اوستای تونیکا گفته می شود. گناه یگانه بایر پایبندیش به نماز جماعت بوده است. بایر قبل از بسته شدن مسجدها از کرانتین کرونا ویروس، زمانی که بیشتری نمازگزاران از ترس متهم شدن به افراطگرایی نماز جماعت را ترک کرده بودند، در همه نمازهای جماعت شرکت می‌کرده است. انا عیبش، انا گناهش، انا جرمش. اکنون از این طرف ولایت سوخت به آن طرف ولایت سوخت میریم، به ناحیه اشت. از محله خوجیبه که دهه پانغاز ناحیه اشت 2 نفر را بازداشت کردند. گناه آنها معلوم نیست. تنها همان اتهام معرف سلفی را بالایشان گذاشتند. طبق اطلاع فعالان سیاسی مخالف و تحصیل کردگان مدرسه های خارجی، فشار بالای خانواده های آنها شدت گرفته است. چندین فعالان سیاسی و ما علیه گفتند که به خانواده هایشان فشار آورده ایستادند. والدان یا دیگر نزدیکان آنها را به شعبه های وزارت کارهای داخلی و کمیته دولتی امنیتی ملی برده ساعتها نگاه می‌دارند و تلفن هایشان را تفتیش می‌کنند. از آنها طلب می‌کنند که به فرزندانشان فشار آورند تا به وطن برگردند. یکی از تحصیل کردگان مدرسه خارجی که نخواست نامش ذکر شود به ما گفت که مادر 65 ساله اش را به شعبه کمیته دولتی امنیتی ملی برده از صبح تا ساعت 22 شب شکنجه روانی کردند. سردار شعبه کمیته دولتی امنیتی ملی از تلفن مادرش به او زنگ زده تهدید میکند که اگر بر نگردد روزی مادرش از این سیاهتر می شود. بمیرید به این روزتان. ای ضعیفان، بمیرید به این روزتان. شرمنده ها، زورتان به مادر مشتی پر به کمپیر 65 ساله رسید. بمیرید به این روزتان، شرمنده ها. من حیران میشوم. همان مردی که به نزد یک کمپیر 65 ساله 75 ساله می رود و به او تهدید میکند، داد و فریاد میکند به سرش و میگوید باید فرزندت به اینجا بیاید و تلفن او را میگیرد تفتیش میکند، چند تهدیدها میکند. در همین حال خودش را کیس میکند. مرد، انسان،
یا وحشی. حالا من خبر ندارم اگر یکی از همین فعالان فضای رسانوی که من باشم، اگر این فعالیت های مرا همچون فعال عنوان کرده شود، نمیدونم حالا خویش و اقربای من در تاجیکستان در چه حال هستند، اما بدونید هر یک خویش و اقربای من را ببرید، یک تن جسم جانشان را بریده هزار قسم کنید. من از این رو گشتنی نیستم. من از تلاش عدالت عاقب گشتنی نیستم. و حتی هر روز وقتی که من از خونه میبرایم به تمام فرزندانم خیر و خوش میکنم، به این خاطر که شاید بیگاه بر نگردم از دست شما ظالمان. به این آمادگیم رو کیها دیدم و میدونم که چندین نفرانی که فعال هستند امروز دیگه به خلاصه رسیدن که دیگه خاموشی، برگشتن، به لب مهر بستن، به شما چاپلوسی کردن نتیجه نمیدهد. ما پیش نسل آینده چی میگوییم؟ در نزد نسل‌های آینده ما بدنام شدنی نیستیم. نسل‌های آینده چی میگوید؟ به خاطر ترس جانش از گفتن حقیقت گریخت، چاپلوس شد، سرخم شد، بتگی برگها رس شد. من این ناموس رو طاقتش رو ندارم. من نمیخواهم بعد از سر من، بعد از مرگ من، از من این گونه ترسانچک، کرخبار نام برند. من این رو نمیخواهم. من این گونه تربیه نیافتم. ببینید، تلفن رو میگیرد، از تلفن مادر سردار شعبه زنگ میزند، میگوید که نترسیده برگرد، عفو میشوی، کم جریمه میسپاری، تمام، یا مکسیموم 1 سال شیشته میبرایی. نبینید گپ رو دیده ایستاده. حبس و فشار بالای دینداران در تاجیکستان میدونید که تماشابینان عزیز موضوعی نوی نیست. اما اگر قبلا نزدیکان بازداشت و شکنجه شده ها به مقامات، سازمان های حقوق بشر و رسانه ها شکایت می بردند و مردم کشور و جامعه جهانی از آن آگاه می شدند، حالا بیشتری حبس و تعقیب و فشار و شکنجه و حتی کشتار بنابر خاموشی نزدیکان مظلومان از جامعه پنهان می ماند. کارشناسان به این نظرند که من با چند نفر پیش از این برنامه صحبت کردم. طول چند روز است که در این باره صحبت ها می شود. کارشناسان به این نظرند که یکی از سبب های بازداشت و فشار و تعقیب دینداران سیاست ضد دینی خودی حکومت تاجیکستان باشد. اگر سبب دیگرش به حقوقی دینداران و نداشتن حامیه نه در چهره سازمان های حقوق بشر و نه کشورهای ابرقدرت می باشد. تنها بستن تهمت تروریست کافی است که نه تنها سازمان های حقوق بشر بلکه کشورهای حامی دموکراسی در حمایت از حقوق های این نفر از احتیاط کار گیرند. با استفاده از این به حقوقی و بیچارگی دینداران، افراد فاسد و رشوه‌خوار در مقامات بیشتری امور را زیر نظر دارند. با بازداشت و تعقیب آنها میلیون ها دلار رشوه میگیرند. از همین حالت سوء استفاده میکنند. تنها معلوماتی به دست آورده ما از حجم رشوه‌ای که بعد به تاجیکستان آوردن شیخ نظرت الله و بازداشت 10 نفر مقامات
شعبه مبارزه با جنایت‌های متشکل ریاست کارهای داخلی ولایت سوخت گرفتند، رقمی باور نکردنی را نشان می‌دهد. می‌دانید چقدر؟ بیش از 300,000 دلار. امکان دارد به ما نه همه معلومات در این باره رسیده است و حجم رشوه به مراتب بیشتر از آن است. تماشابینان عزیز، تصور کنید که مقامات با اتهام‌های بافته و شکستن زندگی صدها خانواده در سطح جمهوری چقدر پول مردم را غارت می‌کنند. همچنین یک عنعنه دیگری را راه انداختند که تاجران موفق در روسیه را با اتهامات ساخته بازداشت نموده به تاجیکستان میبرند و زیر شکنجه مجبور به پرداخت رشوه‌های هنگفت میسازند. اما این تماشابینان عزیز موضوع دیگر است، بحث دیگر است. حالا در این باره هم به ما چند معلومات رسیده است و در حال تحقیق هستند. بعد تحقیق حتما در این باره صحبت میکنیم. از هموطنان، تماشابینان عزیز، مهاجران، خواهش ما این است که هر کی در این باره یگان معلومات دارد، یگان معلومات، یگان خبری دارید، لطفاً به ما فرستید. خاموشی و پنهان داشتن یا گریز از مشکلات حل مشکلات بوده نمیتواند. این بود برنامه امروزه دیدگاه. برای پیگیری بیشتر از برنامه‌های ما لطفاً به شبکه یوتیوبی پیام تیوی و کانال تلگرامی ما ابونه شوید. در کانال تلگرامی ما دوام روز برچسب تمام مطلب‌های پایگاه اطلاعاتی پیام نت، برنامه‌های ویدیویی کانال یوتیوبی پیام تیوی، برنامه‌های رادیویی پیام گذاشته می‌شوند. همچنین در رادیوی پیام دوام روز هر نیم ساعت با زبان تاجیکی و روسی از رویدادهای تاجیکستان و جهان خبر داده می‌شود. چندین برنامه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز در رادیوی پیام پخش می‌شوند که امیدواریم پسند شما می‌گردد. با امید دیدار در روز چهارشنبه در برنامه نوبتی دیدگاه. السلام علیکم و رحمت الله. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه.